با سلام خدمت همراهان خوب نان استاپ. امیدوارم که حال دلتون خوب و روزاتون پر از شادی باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه در خدمتتون هستم و یک ایدراپ خفن از صرافی خفن CX که در سال 2024 با حجم بیش از 30 میلیون دلار سرمایه‌گذاری تونسته رتبه زیر 100 صرافی برتر رو به خودش اختصاص بده و بعد از انتشار این ایدراپ جذاب تونسته بعد از 3 روز 3 میلیون کاربر رو به خودش جذب کنه. از لینکی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم میتونین استفاده بکنین و وارد صفحه بات بشین داخل تلگرام. رو بستر تلگرامیه و از همون پروژه های ماین کلیکی هست. میتونین از قسمت منو استارت ارنینگ رو بزنین و از گزینه‌ای که از پیامی که بهتون میده گزینه استارت اپ رو کلیک بکنین و وارد بات بشین یا همون ایدرا. صفحه اولی که برای شما نمایش میده حتما باید از یک ایمیل وارد بکنین. از ایمیلی وارد بکنین که خیلی استاندارد باشه، یعنی یوزرنیم پسوردش رو حتما داشته باشین، جزو ایمیلایی باشه که حقیقی باشه و دست خودتون باشه و ازش استفاده میکنین، چون بعدا باید اپ نرم افزار خود صرافی رو نصب بکنین، داخلش ثبت نام بکنین با همون ایمیل تا بتونین یک سری از تسک ها رو انجام بدین و مراحل رو پیش ببرید. صفحه اول این ایدراپ از یک بالانس اصلی تشکیل میشه و میزان بالانسی که اینجا به همون میده رو میتونیم ماین بکنیم. برای شما 1500 تا سکه است و بعد از اون که اون 500 تا سکه رو 1500 تا سکه رو استخراج کردین توسط این سکه‌ای که هست و وقتی که روش میزنین این موجودی که اینجا بهتون نمایش میده رو براتون به اینجا منتقل میکنه و بعد از این که شما روی کلایم کلیک بکنین این موجودی که شما ماین کردین رو به موجودی اصلیتون اضافه میکنه. به بعدش برای دفعات دیگه شما رو با یک تایمر روبرو میشین که این تایمر تایمی هست که هر موقع که به اتمام برسه به شما 100 تا توکن میده که بتونین ماینش بکنین و ازش استفاده بکنین. خب من یه نکته رو میخوام اینجا بهتون بگم. وقتی که ماین رو شروع میکنین و تمام سکه هایی که توی اون تبس وارد مکان ماینتون میشه و شما روی کلایم میزنین و وارد بالانستون میشه، اینجا این گزینه رو براتون میاره که یک اینوایت فرند باید انجام بدین یا یکی از دوستانتون رو با لینکتون دعوت بکنین. حتما این کار رو انجام بدین و وقتی که این کار رو انجام دادین این تایمر براتون ریست میشه و یک 100 تا سکه دیگه بهتون جایزه میده و شما میتونین اون رو ماین بکنین. از تب بعدی تب تسک هست که یک سری تسک ها مثل تمام ایدراپ ها برامون آماده کردن، از اینوایت فرند ها گرفته تا فالو کردن تلگرام، توییتر و حتی حالا اپ های دیگه و یک سری کارها که باید شیر بکنین پستاتون رو توی فیسبوک و خیلی مهمتر از اون حتما ریجیستر کردن داخل اپ خود صرافی هست. تب بعدی تب فارم هست که غیر از اون ماین کلیکی به شما اجازه این رو میده که بتونین از حالت ربات های پروژه های قبلیه مثل تبسواب که شما سکه میدین و اون ربات رو فعال میکنین، اینجا میتونین رایگان ازش استفاده بکنین. فقط کافیه روی دکمه استارت کلیک بکنین و یک تایمری رو این بالا بهتون نمایش میده که طی 4 ساعت یک تعداد موجودی رو براتون ماین میکنه و بعد از اینکه ماینش تموم بشه این کلایمی که همونطور که دیدین برای من فعال بود فعال میشه و شما روش کلیک میکنین و اون موجودی رو به اون بالانس خودتون اضافه میکنین. تب آخر تب مدیریت یوزرها یا لینک افرادیه که شما دعوت کردین به این نرم افزار. حتما روی رفرال گیری این پروژه کار بکنین چون که معتبره و یک سری مزیت‌ها داره. اول اینکه از ماین افرادی که شما دعوت میکنین یک مقدار سکه رو به شما میده که توی یور ریواردتون قرار میگیره یا به دستاورده هاتون قرار میگیره و شما با زدن کلایم میتونین اونها رو به
تب اول و موجودی توکنتون اضافه بکنین. توکنی که هست توکن CXP هست و در حال حاضر قیمت گذاری شده با 505، یعنی 5 تا صفر داره که حالا طی فرایند دیگه قراره که افزایش قیمت بخوره، ولی در کل توی اعلامیه هایی که توی خود سایت رسمیش گذاشته شده هر 3000 تا این توکن رو با $100 مقایسه کردن که جایزش هم مشخصه و این به اعتبار این پروژه خفن اضافه میکنه. توضیح خاص دیگه این نداره، فقط از ترفندهایی که دوستان توی فضاهای مجازی میگن به هیچ عنوان استفاده نکنین. حتی اگر فیلتر شکن ثابت استفاده نمی‌کنین، کشوری که توی هر فیلتر شکنی که نصب می‌کنین سعی بکنین ثابت باشه. اگر از آمریکا استفاده میشه از آمریکا استفاده بکنین و به همین صورت. یه مسئله‌ای که هست توی قسمت دعوت کردن دوستان 2 تا گزینه داره که شما از گزینه اول میتونین مستقیم برای اون شخصی که مد نظر دارین ارسال بکنین و از گزینه دوم وقتی که روش کلیک میکنین میتونین لینکتون رو کپی بکنین و هر جایی که صلاح دونستین ازش استفاده بکنین. اگر که از این ویدیو لذت بردین حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنین تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین و امیدوارم که موفق و مؤید باشین. خدا نگهدارتون.